ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که بعد آغاز جنگ در اوکراین در انزوای بین المللی قرار گرفته است، سران 7 کشور اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع را در سنت پتربورگ استقبال گرفت. رهبران تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و آذربایجان برای گفتگوهای غیر رسمی با دعوت پوتین در آستانه سال نو میلادی در سنت پتربورگ جمع آمدند. درباره جزئیات گفتگوی رهبران این کشورها که بعد از هم پاشیدن شوروی سابق یک سازمان مشترک را تأسیس دادند چیزی گفته نمی شود. ولادیمیر پوتین مهمانانش را به تماشای آثارخانه تسرسکه سلا، قرارگاه تاریخی امپراتورهای روسیه برد که برای تجلیل از سال نو میلادی آرایش دادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در این نشست حضور دارد. اعضای اتحاد کشورهای مشترک المنافع که زیر نفوذ روسیه است با وجود به هم آمدن در یک اتحاد اختلافات عمیق نظر دارند و بارها با هم جنگ و مناقشه کردند. آذربایجان و ارمنستان تا کنون با هم دعوا و کشمکش دارند و تاجیکستان و قرقیزستان هم بعد مناقشه به تکرار بر سر قلمروهای بحث برانگیز مرزی تنها امسال از پیشرفت در مذاکرات برای حل مشکلاتشان خبر دادند. هنوز معلوم نیست طرفها در این ملاقات بغیر از همکاری‌ها دایر به کدام موضوعهای دیگر صحبت می‌کنند.